لاریپا ملاری با دو بنده سفید و لنگ های ملاری در مقابل منارین زاده با مامی سرخ از تلهای تریتی قرار گرفته. کشتی تکپر مشکل خال گلخاطی برگزار میشه. منارین زاده دای مدال طلای المپیک جخونه و مدال رتگل المپیک ترکر هست و با تربه کیپ تا کیپ منارینی به این رقابت ها پای گذاشته. حالا پسندری میاد حریف و میکوزنه حریف رو. بایستی سرپا تذکر بایستی بده آقای تیلاکوتوف از اوکراین تذکر میده. کهتن و سرساپرسا در کشتی منارینی محسوب میشه. در این حال آقای تیلاکوتوف تذکر میده. یه لحظه برای پاملاری کافیست تا اقلبک کنم. چنان در سرزان اقلبک میکنه ساختش، برشتش، لیکه منارین زاده و لرکه تماشاگران سالان را منفجر میکنه. قربونش تا قاسمت برم دلاورش راضی بله. لایکی